روسیه ولادیمیر پوتین به اظهارات پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان پاسخ داد. امامعلی رحمان روز 14 اکتبر سال 2022 در شهر استونا در نخستین نشست سران کشورهای منطقه در چارچوب آسیای مرکزی روسیه از پوتین خواست که به کشورهای آسیای مرکزی مثل جمهوری‌های اتحاد شوروی یا SSR مناسبت نکنند. پرزیدنت تاجیکستان در سخنرانی پر از هیجان و احساسش همچون به آن اشاره کرد که در وقتش محض بی اهمیتی به جمهوری‌ها و خلق‌های خرد در نهایت باعث فروپاشی SSR شده بود. پوتین در پاسخش تاکید کرد که دوران شوروی به رشد فرهنگ و اقتصاد خلق‌های ساکنان جمهوری‌های آن اهمیت زیاد میداد. من میخواستم از آنچه که امامعلی رحمان شریفوویچ گفت شروع کنم، بله در حقیقت من فکر میکنم که او به صورت عموم حق است. البته در اتحاد شوروی به زبان‌های ملی کتاب‌ها هم نشر میشد، تئاترها تأسیس داده میشد، فرهنگ و اقتصاد این خلق‌ها را پیش میبردند. نقل قول کرده است از پوتین خبرگزاری رسمی روسیه تاس. ولی امروز البته ما باید تمام چارچوب‌ها را با محتوای جدی پر کنیم. افزود پوتین. او گفت منظور از برگزاری سامیت آسیای مرکزی روسیه فقط نشستن و گفتن و برخاستن نیست، بلکه بررسی طرح‌ها از ضرورت‌ها در سطح منطقه، موافق کردن آنها با امکانات موجوده و پیشبرد آنها نه فقط در چارچوب‌های دو جانبه بلکه در مقیاس تمام منطقه می باشد. آنگاه گفت پوتین بسیاری از مسائل‌ها با ثمرتر حل و فصل خواهند شد. طوری قبلا خبر دادیم پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 14 اکتبر سال 2022 در شهر استونا در نخستین نشست سران کشورهای منطقه در چارچوب آسیای مرکزی روسیه ناگهان شخصا به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و از او خواست که یک مرتبه گوشش کند. سپس امامعلی رحمان یک سخنرانی پراحساس کرد و در این سخنرانیش از پوتین خواست که به کشورهای آسیای مرکزی مثل جمهوری‌های اتحاد شوروی یا SSR مناسبت نکند.